ولا تقربوا الزنا. الله برای ما فرمان میده، ما چرا نزدیک میشیم؟ انه کان فاحشه. زنا فاحشه است، بی حیایی است، انسان بی حیا میسازه، غیرت و شهامت از بین میبره، چشما را پایین میندازه. الله رحم بکنه، بسیار الله رحم بکنه. شما باور به الله متعال بکنه. دختر زنگ زده مادری خودم میبینه که زنا میکنه، نعوذ بالله. زن زنگ زده شوهرم میگه که فلانی را طلب بکن. لعنتی الله سری طور قوم نمیشه، سری طور ولس نمیشه. در این وطن و دیاری ما زندگی میکنه. ما ایران ماندیم. متاع دنیا چه حیثیت داره؟ متاع دنیا مال دارایی برای عزیزته که آبروی ده حفظ بکنی. مال دارایی به این خاطر است که جان ده حفظ بکنی، ناموس ده حفظ بکنی، نه که ناموس مستخدم برای کسب مادیات دنیا مقرر کن. برو روان کن. آخر زمان است. اعمال انسان یقین به الله بکو، به مردم پیش میشه. را یاد داشته باشی. آخر زمان است. آنقدر از احتیاط کار بگیره که هیچ پرسان نکو. یقین به الله بکنی ای تو اعمال ما پس در روی مردم کشانده شوه که مردم برات بگه که یک سی تو نیست، ای تو نیستی، در این مجلس حضوری تو نیست، ای دختری تو نیست، ای زنی تو نیست. خوش نشوه که توی بچه خاله است و بچه همه است، پانکی اجازه بدم بیازو بندی زنا در خانه. خوشحالی به رفتنی رقصو پایکوبی نمیشه. خوشحالی به تلاوت قرآن میشه. خوشحالی به عمل احکام الله میشه. خوشحالی به ای که ما تو زندگی خیلی با انس و الفت و محبت داشته باشیم، حق و حقوق یکی دیگر را بشناسیم. زندگی به ای خوش میشه، به ای رفتنا خوش نمیشه. اینترنت ها را میبینی، اینترنت ها را میبینی، تویا را میبینی. او مردمایی که قطعی عراس خود در پیش مردم بغل میکنه شه، او لعنتی، او خبیث دیوز، دور از حاضر مجلس سبای کلپ تو مردم میبینه 20 سال بعد برات میگه ای کیسته؟ تو کی بودی؟ تو چی غیرت داشتی؟ فحاشی و عیاشی تا به مردم نشان میدادی که وال عزت ببره. ببینی حیا در کجا رفته، غیرت در کجا رفته. این طور مردم هم پیش الله پیش شده نیست. الله متعال از پیشش سوال میکنه چه عزت داشتی تو؟ به کدام دین تو عقیده داشتی؟ کدام دین تو قبول کرده بودی؟ فرمان الله چی بود؟ الله سبحانه و تعالی برای چی گفته بود؟ چی پیام داشت؟ وساء سبیلا. خیلی راه بد است، راه خیلی بد است. زنا راه بد است. چطور راه بد است؟ راه چی بدی داره؟ راه خوب و بد معلوم کردیم؟ بله. آدم در راه گندم تیر میشه، در راه پاک و صاف هم تیر میشه. در راهی که عطر پاشیده باشه و در راهی که نعوذ بالله گندگی اعلا شده باشه. کدام راه را انتخاب میکنی؟ کدام راه است؟ اولادی که پیدا میشه، این دختر زنی کی است؟ با کسی که زنا کرده ای اولادی که منصوب میشه. این زن چطور نسبت اولاده به او شوهری خود بکنه و بگویه کی بچه توست؟ لعنتی الله سرت نمیشه دروغ گوی؟ لعنتی دروغ نمیگی؟ چند گناهی کبیره کردی؟ یک گناه کبیره حریم شوهری خود میده کردی، رفتی زنا کردی. یک. دوم نسبت نسب به غیر کردی، 2 گناه کبیره. دروغ گفتی. 3 گناه کبیره از نفاق کار گرفتی. در ظاهر خدا پیشن کردی به شوهر که وفاداری هستم، ولی در حقیقت خیانت کردی. شوهر همی طور است، بچه و مرد همی طور است که میروه میچره، پس وانمود میکنی که زن من شوهری دوستم، دروغ نگو. شوهری از این نیستی، وفادار به این نیستی، تخمیت در جای دیگه کشت کرده ای.
از کجا تا کجا میرسه؟ تعهد داده بودی، آیت تقوا خوانده شده بود، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. تعهد سپرده بودی و مرد و دختر یکی با دیگه تعهد سپرده بودی، آیات تقوا خوانده شده بودی، آیات تقوا را میفهمیدی. از الله پنهان شده نمیتونی، از الله سبحانه تو را تعقیب کرده. چرا ما مشکل خدا به خود پیش کرده رایستیم؟ نظام فرسوده و بیهوده و نعوذ بالله لعب و لهو دنیای کفر اینجا تطبیق میکنیم، اینجا خوش هستیم، توی داریم. والا چطور کنیم؟ نمیشه، ده هتل است. خب چرا ده هتل است؟ والا نمیشه. کی گفت نمیشه؟ کی گفت نمیشه؟ 20 نفر ده ولیمه خبر کن، کی سرت واجب و فرض کرده که 500 نفر خبر کن؟ والا قطع میکنه، قطع کنه تو را خبر نکنه. میموری اگر یک روز نان توی که دو رقص شده امور نخوردی، میموری. آسان است. اگر دین پیش ما اهمیت داشته باشه، دین پیش ما محبوب باشه، بسیار آسان است. نه از رسول الله کرده مقامی ما بالاست، نه صحابه کرده. نه خوشی ما از خوشی پیغمبر و صحابه بالاتر است. و ما بیتور بودن. خود چه قسم ولیمه کردن، چه قسم توی کردن. تلاش بکنیم در مقابل دنیای کفر که سخت کوشا هست که ما را بکشانه، دمی دردا ما را آلوده کنه. امو مرض ایدز از اینجا بیایا. این ملت ما خو بیازو فقیر است. اونجا خو یک کمی 4 دانه شفاخانه و دوا و دکتر پیدا میشه. در اینجا خو شفاخانه ها شخصی شده ماشاءالله. دندان درد میکنم 20 معاینه خون و دیگر هم سرت کرده رایسته تا که 6000 ده هر دفعه که داخل شوی از پیشید نگیره ماندنیت نیسته. این قصابا، این دزدای ماهر، دور از اون مردمی که واقعا حق پرست است دیگه خودتان میبینی چه قسم دوا میده، چه قسم تشخیص مرض میکنه، چی میکنه. تباه و برباد نشده مردم. امروز 3 لوار مردم زن و مرد ما اونجا لط میخوره، بیاب میشه در سرحد، در ترخم. اسکر و نوکری 2 پیسه میا چادری زنی تا بالا میکنه از دستی از این که این ملت یک دم خواهیم گشته. نه ملا واقعی ملا باقی مونده، نه دکتری واقعی باقی مونده. اراکین و کابینه ما خو پر از رشوت شد، پر از خیانت شد. همین ملت عزت ما را از بین میبره، نمیگذاره که ما عزتمند زندگی بکنیم. حدیث عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما است. او میگه قال رسول الله صلی الله علیه و سلم لا ينظر الله عز وجل، الله نظری رحمت نمیکنه در روز قیامت، یوم القیامه، الى الاشیمة الزانی، مویای کنجلو کردگی سیاه و سفید، سنش در کجا رسیده بازم زنا کرده رایست، بازم زنا میکنه. الله به نظر رحمت برش نمیبینه. ولا العائل المزهوه، او فقیری که متکبر است، خود کلان تراشیده، برای از او نظر رحمت نمیکنه. زناکاری که اینطور حالات برای خود اختیار کرده، در کدام سرحد رسیده، افسوس است. ریش سفید از زنا میکنه، اولاد از پیشش پیدا شده، نواسه داره، بازم دنبال زنا گشته رایسته. تا کیه؟ تا چی وقته؟ کدام طرف روان استی؟ هر روز لحظه عمرت کم شده میروه، مرگ ناگهانی آمده نیست و پیش الله متعال پیش شده نیست. الله متعال از پیشت سوال میکنه تمام خواسته های وجودی تو را از راه مشروع ما پوره نکرده بودم؟ چه باعث بود؟ چه ضرورت بود که تو نعوذ بالله مرتکب همچو کارا میشی؟ چرا؟ زمینه مساعد نشوه، عمل به او حدودی که الله مقرر کرده،
او موانعی که الله ایجاد کرده برای از اینکه ما به زنان نزدیک نشویم او را عمل بکنیم، او را سبک ندانیم. جمعه آینده باز گپ میزنم، بعد از او باز ما معلوم میشه که در این موانعی که الله ایجاد کرده ما چقدر چشم پوشی کردیم و چقدر مرتکب گناه شدیم و این گپ ها بر ما بسیار سبک معلوم شده، سطحی معلوم شده، ورنه عواقب خیلی زشت داره. تلاش بکنیم. الله متعال عمر به ما داده، راه های حلال و مشروع را بر ما مشخص کرده، ما همه مشکلات خود از راه های مشروع حل بکنیم. چی ضرورت داریم که به راه های غیر مشروع دست بندازیم و برویم و در اونطور جاهای سر بزنیم که نعوذ بالله مبتلا به گناه شویم؟ الله متعال بالاستی، قوت داری، لیکن در این منطقه به این قسم گشت و گذار ما نمیخواهیم. ما به خود غیرت داریم، دختر داریم، مادر داریم و انشاءالله حیثیت داریم. و این سیستم گشت و گذار ما نمیخواهیم و نمیمانیم که کسی در اینجا بیبندوباری بکنه توسط هر کدام ما میشه. اگر ما سری ناموس خود غیرت نکنیم باز چی باقی ماند؟ باز چی غیرت به چی به درد میخوره؟ غیرت چی را میگه؟ غیرت امیر میگه که ما دفاع از آبرو و عزت خود بکنیم. الله امونطور غیرت نصیب ما بکنه. في لجة ليس فيها